سلام بچه‌ها، چطورین؟ خوبین بچه‌ها؟ من تاریس گیمر هستم و خوش اومدین به یه ویدیو دیگه از چنل خودتون. بچه‌ها امروز اومدیم بریم آموزش دریافت انفو لژندری زیبا که بچه از این گردونه بود. خب بچه‌ها بهتون آموزشی گرفتن رایگانشو بدم، یعنی بچه شما یه نفر 50 تا 500 سی پی یا بیشتر بچه بعد 10,000 تا خرید این گردونه کنید تا بهتون یه انفو رو بده. برای بچه من آموزشی گرفتن رایگانش رو براتون میذارم که بچه هیچکی تا الان تو کامیونیتی کالاف ایران نذاشته. و بچه ها این آموزش رو بچه من کامیونیتی کالاف خارجی ها دیدم. خب و گفتم سری بیام برای شما آموزش گرفتن انفو رو بذارم و شما برین ازش استفاده کنین. بچه ها الان بچه ها برای اولین کاری که شما باید بکنین بعد وارد چت جهانی بشین. واسه چت جهانی که شدیم خب این بالا مثلا میایم بالا نه بچه همینجوری داره ارسال میشه. مثلا این پاکت پولا هستن، مثلا اینجا زده #1 خب مثلا بالا زده #67 مثلا بالش زده چند بالا یا مثلا #90. خب بچه شما برای این که این کارا رو بکنی یه ریدیم کدی نیاز دارین، یه ریدیم کد که بچه من ریدیم کدیشو براتون توی قسمت توضیحات خب براتون میذارم. بچه شما برین وردارین و به انفو لژندری زیبا رو دریافت کنین و عشق و حال کنین. بچه ها خب شما الان اینجا چی به سرچ کنین؟ بچه ها مثلا بچه من ریدیم کد دستم نیست. خب بچه من ریدیم کد رو خودم حفظ نیستم و بعد براتون توی قسمت توضیحات براتون قرار دادم و شما میتونین برین ببینین و بزنین و انفو لژندری زیبا رو دریافت کنین. بچه ها الان ما در این قسمت مثلا من ریدیم کد رو نمیدونم که چیه. خب مثلا من یه الکی یه چیزی وارد میکنم. خب مثلا میزنم اینجا بچه عددی که بغلش نوشته اینجا مثلا نوشته #22. خب مثلا هشتگ بچه ها میذاریم بغل عدد #22. بچه من هشتگاش بچه ها براتون گذاشتم که شما برید 150 تا رو وارد کنید، انفو لژندری رو دریافت کنید و عشق و حال کنید باش. خب بچه شما اینه که در چت ارسال میکنید در چت جهانی. خب بچه اینجا مثلا روی پاکت کلیک میکنید. خب بچه روی پاکتی که کلیک کردین اون قسمت ویو مای لتر بچه ها شما که کلیک کنید روش. خب بچه اینجا تو قسمت 61 تا 90 بچه هست دیگه. نه بچه ببخشید #29 بچه باید تو اینجاها باشه. نکنین بچه ها میبینی بچه که برای من قفله، میبینی اینه الان که من روش کلیک کردم بچه برای من قفله. اگه گفتین واسه چی شما بچه من ریدیم کد اشتباهی زدم و بچه شما وقتی من اون ریدیم کدایی که هست براتون درستش توی مثلا توضیحات بچه براتون میذارن، شما وقتی اونا رو بزنی این قسمت براتون باز میشه. مثلا #150 رو که کلیک کنین روش و بزنین بچه ها میتونین انفو لژندری زیبا رو دریافت کنید و به مدت همیشگی برید باش عشق و حال کنید. خب بچه ها مثلا این قسمت بچه مثلا نگاه کنید من اینجا زور. خب بچه مثلا من یه چند تا فرستادم مثلا 68 رو گرفتم، ریدیم کدش رو کپی کردم اومدم اینجا زدم بچه برام اوکی شد. نکنید برام واس شده مثلا 68. خب بچه الان اینجا مثلا من این تا 150 رو که کامل کنم بچه بهم یه انفو لژندری زیبا رو دریافت میده و من میتونم اون رو دریافت کنم و برم باش بازی کنم و اشغال. بچه ها لطفا اگر از این ویدیو خوشتون اومده لطفا ویدیو رو لایک کنید، چنل ما رو سابسکرایب کنید، زنگوله بغلش هم بچه ها حتما روی آل بذارید که بچه تا به محض اینکه من ویدیو بعدی رو آپلود کردم نوتیفیکیشنش براتون ارسال بشه و شما بیا ویدیو منو ببینید. و بچه ها همین آموزشی لژندری متیک و اینا رو بچه براتون میذارم که دریافت کنید و بریم باش عشق و حال کنید. یا بچه شاید همتون بگید مثلا واقعا این کلیک بیت بچه من دریافت کردم خودم نکنید بچه AK 117 مثلا به مدت 7 روز دریافت کردم، کیکی اونانه به مدت 7 روز دریافت کردم، مثلا زلارچیو تا هفته پیش دریافت کرده بودن. اگه بریم ویدیو قبلی اون رو نکنید دارم. و بچه من همین آموزشی تو چنل براتون گذاشتم. آموزش ها رو بچه برین ویدیو قبلی هم ببینید بچه اونا آموزش های دریافت لژند و متیک براتون حتما گذاشتم. بچه به خدا هیچ ویدیو من کلیک بیت نیستم. تا ویدیو بعدی بدرود.